سپاهی عظیم از نادرشاه افشار در بیابانی وسیع در حال پیشروی بود. هزاران سرباز با زره‌های درخشان و پرچم‌های افشاری با نماد خورشید آماده نبرد بودند. نادرشاه بر اسب سفیدش در مرکز سپاه ایستاده است. با زره‌ای طلایی و عمامه‌ای فاخر نگاهش به افق دوخته شده بود و نور طلایی خورشیده در حال غروب صحنه را شکوهمند کرده است. دو سپاه بزرگ در میدان نبرد روبروی هم قرار گرفتند. سپاه نادرشاه با نظم کامل شامل ردیف‌های منظمه، پیاده نظام، سواره نظام و توپخانه‌ای قدرتمند است. در مقابل سپاه گورکانیان با فیل‌های جنگی بزرگ و پرچم‌های رنگارنگ در انتظار شروع نبرد دیده می‌شود. نبردی شدید میان دو سپاه آغاز شد. نادرشاه در مرکز میدان با شمشیرش حمله را هدایت می‌کند. توپخانه افشاریان با دقت فیل‌های گورکانی را هدف قرار می‌دهند. سربازان ایرانی با مهارت در حال درگیری با دشمن هستند. دود و آتش میدان نبرد را پر کرده بود. بعد از اون پیروزی بزرگ نادرشاه ایستاده بود بالای تپه‌ای و به میدان نبرد نگاه می‌کرد. پرچم افشاریان، اون پرچم معروف با شیر و خورشید، نماد اقتدار ایران بود. وقتی نادرشاه وارد دهلی شد، یه چیزی شبیه معجزه بود. سربازای ایرانی با نظم و اقتدار پشت سر نادر راه می‌رفتند. اون لباس فاخرش با زره درخشانش زیر نور خورشید می‌درخشید. مردم دهلی که حالا فهمیده بودند نادر فقط یه جنگجو نیست، بلکه یه فرمانروای بزرگه. با ترس نگاهش می‌کردند. اما نادر به مردم اطمینان داد که چیزی برای ترسیدن نیست. نادرشاه در دهلی تاجگذاری کرد. اطراف او افسران ایرانی و فرماندهان گورکانی در حال ادای احترام هستند. ما باید به چنین ایرانی از این افشار افتخار کنیم.